سلام علیکم. سلام علیکم. مرحمت گذشته شینید. خوش. با شما چه خدمت کنیم بچه ها؟ رئیس، بچه‌ام بیمار است. او را جراحی کردن در کار. برای جراحی کردن 5000 سوم در کار است. التماس با من کمک کنید. فهمو. من فهمیدم شما رو. فکر کنید که مشکل شما حل شده است. با ما گفته بودند که شما بسیار مردی خاکسار هستید. شما بسیار مردی سخاوتمندی هستید که بسیاری نیازمندا را شما کمک میکنید. تشکر. لیکن در اینجا یک قانون و قاعده دیگر است. حاضر شما را نامنویس میکنند و رقم های تلفنتان را میگیرد. بعد از 15 یا 20 روز پس به شما زنگ زده پول را برده میرسونند. آخی رئیس جان، دکترها با من 5 روز وقت دادن. اگر در 5 روز ما جراحی نکنیم. من فهمیدم. لیکن در این کشور آدمان فقیر، آدمان نیازمند خیلی زیاد هستند. نه کم از 30-40 نفر زنگ تلفن ما را منتظر است و هر کدامی که از آنها نزد ما می آیند ما یگان تاشان را از اینجا ناامید روی نمی کنیم. همشان را روی خط می کنیم و با نوبت آنها را به نصیب نمی مانیم. به همین خاطر حاضر شما را هم بر روی خط می گیرند. بعد از 15-20 روز پس به شما زنگ زده پول را برده می دهند. مایلش رئیس جان. هزار رحمت کلام. ما میخزیم. شینید یک پیاله چای می نوشید. نه رحمت. گوش میکنم. بعد از 1 ساعت به راه میبرایم. چوکادی دوستان، سوز خوبی؟ چوکادی. چیکار کنی داغان؟ ما با یک خلاصه آمدم. بسیار استودیو را زنگ زدیم، پرسیدیم، برآمدیم. نشد یک استودیو بهترینه. بسیاری آدم‌ها رو آوردن و دیسه. کمک میرسونه انسان خوب است. کدام استودیو باشد؟ استودیوی ازو پروداکشن. ازو پروداکشن. میریم همونجا سیونکا میکنه، میگیره خودش در اینترنت میپرتویه. باوری دارم که کمک میرسونه پسرت ساز میشه. رو افتاده نشو. رفتیم دوستان. ماینش رفتیم. بدرو بچه در آمدن گیریم بزگرم جا بشینی کس آمده خود جا بشی داغم جا بشی برات خودت کو گاب زنه برادرها چی خدمت کنم چی کنم چی مشکلی داره؟ اکا جان بچم کسل شدگی های او را جراحی کردن در کار. برای جراحی کردن 5000 سوم در کار های. اگر ایلوچ میشید کمک میکردین یا دستگیری میکردین یک نوار میگرفتین در یوتیوب میپرتوفتین. برادر جانو همین عینه
شرکت ما از پروداکشن 1000 سوم شما را توفا میکنیم 4000 دیگه شما میمونن شما را نوار میکنیم در یوتیوب کانال میفرستیم کارت را میگیریم میمونیم انشالله که مردم غریب چخلی که دیگه را یاردم میکنن انشالله شما را یاردم میکنن در مدت یک روز دو روز همین 4000 سوم جمع میکنه انشالله که شفا میوه ساز میشوه خوب میشوه همون خدمت دیگه است اکا جان حاضر آمد شاگرد کامera را بگی بیا مشک ساماندار زبسا سر میتیم آرام گبزا انشالله که یاردم میکنن خوش گبزا بفهموشونه همشه انشالله یاردم میکنن گبزا مایش ایزان اکش با حضور گبزا سلام علیکم دوستان عزیز سلام مردم تاجیک گبزا ایزان کافا حضور هم برادران شریک یاردم میکنن انشالله که خودم یاردم میکنن سلام علیکم دوستان عزیز التماس با من کمک کنید پسرم جلوی کردم در کار شرایط ندارم التماس با من کمک کنید گیرانه که انشالله یاردم میکنم با خطا با دست بگی برا تمام با خدا من گدا نیستم برای بچه مجبور رو التماس با من کمک کنید